با نام و یاد خدا. سلام و درود، وقت بخیر. محمدیان هستم با اولین جلسه آموزش Articulate Storyline. ممکنه این سوال در ذهنتون ایجاد بشه که اصلا نرم افزار استوریلاین چه کاربردی داره و در چه حیطه‌هایی استفاده میشه. به طور کلی نرم افزار استوریلاین برای تولید محتواهای چند رسانه‌ای تعاملی به کار گرفته میشه یا به اصطلاح Interactive Multimedia Contents. خب به چه معنیه؟ ما میایم و محتواهای مختلف مثل متن، تصویر، صدا، فیلم و غیره رو با هم ترکیب میکنیم و یک حالت تعاملی به اونها میدیم که شاگرد بتونه با اونها درگیر بشه، به اصطلاح انگیج بشه. نرم افزارهایی مثل میشا و کوشا و فندق که در حیطه آموزش استفاده میشن، ما میتونیم این نرم افزارها رو به کمک استوریلاین هم بسازیم. مزیتی که اینجا استوریلاین داره اینه که ما نیازی به برنامه نویسی نداریم. یعنی ما میتونیم یک برنامه تعاملی پیشرفته رو ایجاد بکنیم بدون اینکه حتی یک کد بنویسیم یا یک خط کد استفاده بکنیم. پس این مزیت خیلی خوبیه. چرا؟ چون خیلی از ما ممکنه سواد رسانه‌ای کافی رو نداشته باشیم برای برنامه نویسی. پس کار کردن با استوریلاین خیلی میتونه راحت باشه و همه میتونن ازش استفاده بکنن. خب قبل آشنایی با نرم افزار لازمه که یک نمونه کار شده با نرم افزار رو مشاهده بکنید. خب من این نمونه رو آوردم. خب در اینجا شما محتوای درس ها رو می‌بینید. مثلا میتونید وارد آموزش بشین، یک شعر رو ببینید حالت تصویری و فیلم، به سوالات جواب بدین، درباره سازنده اطلاعات رو به دست بیارین، یا اینکه اصلا PDF درس رو ببینین، یا اینکه بهتون املا بگه نرم افزار. خب اینها مواردی هستن که شما میتونین باهاش کار بکنید. مثلا در این بخش درک مطلب سوالاتی از کاربر پرسیده میشه که باید به اونها جواب بده. پس یک حالت تعاملی داره، حتی میتونه تمرین بکنه کاربر. اینها نمونه هایی از ابزارهای مورد استفاده در استوریلاین هستن. پس من خروج رو میزنم و قبل اینکه دوباره این صفحه رو بخوام توضیح بدم، همین پروژه‌ای که الان باز کردم رو میخوام فایل خامش رو بیارم که در استوریلاین به چه شکل هست. در نگاه اول محیط استوریلاین خیلی شبیه هست به محیط پاورپوینت. چرا؟ چون از اسلایدهایی تشکیل شده و ما محتواهامون رو در اون اسلایدها قرار میدیم. وارد اسلاید اول میشم. ما در اسلایدها محتواهامون رو میذاریم، اشیاء تعاملی و غیر تعاملی رو میذاریم و در نهایت با خروجی گرفتن از محتوامون یک نرم افزار تعاملی رو ایجاد میکنیم و در اختیار کاربر قرار میدیم. پس این کلیت محیط استوریلاین هست. الان میخوایم از اول شروع کنیم. این رو دقت بکنید که من الان دارم از ورژن 3 استوریلاین استفاده میکنم. پس شما هم حتما از این ورژن استفاده بکنید، چرا که ورژن های قبلی منسوخ شدن و دیگه کاربردی ندارن. اولین صفحه‌ای که بعد باز کردن نرم افزار استوریلاین مشاهده میکنیم این صفحه است. ما در اینجا میتونیم چند تا کار رو انجام بدیم. اولا یک پروژه جدید ایجاد بکنیم، یا اینکه پروژه هایی که قبلا ایجاد کردیم و باهاشون کار کردیم رو ایمپورت بکنیم و وارد نرم افزار بکنیم. حالا پروژه میتونه یک فایل پاورپوینت باشه، میتونه یک امتحانی باشه، یک کویزی باشه که قبلا ایجاد کردیم، یا پروژه هایی که قبلا باز کردیم، یا در اینجا میتونیم براوز بکنیم و در داخل سیستم اون پروژه ها رو پیدا بکنیم، یا در اینجا میتونیم صفحه‌مون رو رکورد بکنیم، به اصطلاح ضبط بکنیم صفحه نمایشمون رو برای ایجاد آموزش های مختلف. خب من نو پراجکت رو میزنم چون بعداً با ریکورد اسکرین بیشتر آشنا خواهیم شد در جلسات بعد. نو پراجکت رو میزنم. در این قسمت ما در تب هوم قرار داریم و همینطور ما سین رو میبینیم. سین ها ما میتونیم بگیم که بخش های مختلف کاری ما در پروژه استوریلاین هستن. مثلا یک سین رو به آموزش اختصاص میدیم، یک سین رو به تمرین اختصاص میدیم، یک سین رو به آزمون اختصاص میدیم، یک سین رو به محتواهای نمایشی اختصاص میدیم. پس ما میتونیم سین های مختلف رو در اینجا ایجاد بکنیم. من اینجا میتونم رینیم بکنم، یعنی یک اسم خاص برای سینم بذارم، به عنوان مثال سین آموزش. در این سین میتونم اسلایدهای مختلفی رو ایجاد بکنم و انواع محتوا رو وارد بکنم. اگر بخوام سین جدیدی رو ایجاد بکنم، نو سین رو در این بالا میزنم و همینجا میتونم
اسم اون رو هم تغییر بدم. بهتره هر محتوایی که وارد میکنین، هر اسلایدی که وارد میکنین، هر سینی که وارد میکنین، یک اسم خاص براش بذارین که بعداً بتونید خیلی راحت بین اونها جابجا بشین و اونها رو راحت بشناسین. در سمت راست شما این دوتا مورد رو میبینید، تریگرهای مختلف به اصطلاح، که بعداً اونها رو بهتون معرفی خواهم کرد. بخش اسلاید پراپرتیز هم مربوط میشه به تنظیمات اسلایدها که باز اون رو بعداً معرفی میکنم. در پایین ما میتونیم زوم بکنیم محتواهامون رو مثل ورد یا پاورپوینت، یا اینکه زوم آوت بکنیم و نمایش اونها رو دورتر بکنیم. الان در حالت استوری ویو هست، یعنی ما میتونیم سین هایی که ایجاد کردیم رو ببینیم. ما میتونیم وارد اسلاید ویو بشیم و به صورت جزئی تر روی هر اسلاید کار بکنیم. دوباره وارد استوری ویو میشم. این گزینه رو هم اینجا داریم که برای پریویو هست، یعنی محتوایی که تولید کردین رو قبل اینکه خروج بگیرین یک بار مشاهده بکنید، ببینید که کاربر وقتی که نرم افزار شما رو باز میکنه با چه محیط‌های روبرو میشه و چه مواردی رو میبینه. پس این قبل خروجی گرفتنه. ما در اینجا پریویو رو هم میتونیم ببینیم. همین پریویویی هست که در اینجا وجود داره. البته اینجا آپشن های بیشتری رو در اختیار ما قرار میده. این که فقط اسلایدی که الان روش هستیم رو ببینیم، پریویوش رو ببینیم، یا اینکه کل سین رو ببینیم، به عنوان مثال این سینی که اینجا ایجاد کردیم همش رو ببینیم، یا entire project یعنی کل پروژه با همه سین ها رو مشاهده بکنیم. خب قطعا اگر entire project رو بزنیم خیلی طول میکشه تا همه پروژه رو به همون پریویو به صورت پریویو نشون بده، ولی اگر this slide رو بزنیم کمتر طول میکشه. چرا؟ چون فقط یک اسلاید رو برای ما خروجی میگیره و نشون میده. تب اینسرت غیر فعال هست، بقیه تب ها رو ما میتونیم باشون کار بکنیم. تب انیمیشن هم باز غیر فعال هست. در حالت استوری ویو ما چند تا گزینه رو داریم که میتونیم باهاش کار بکنیم. اولا یک سین جدید رو ایجاد بکنیم، همونطور که قبلا ایجاد کردیم نو سین، یا میتونیم بگیم که سینی که نرم افزار باهاش شروع میشه کدوم باشه. الان این پرچم رو ما کنار این سین میبینیم. میتونم این تمرین رو بزنم و روش استارتینگ سین رو بزنم که نرم افزار من با این سین شروع بشه. حالا دوباره تغییر میدم سین شروعم رو. بانک های سوالاتی هست که قبلا ایجاد کردیم و الان میتونید دوباره وارد پروژهتون بکنید. نو سلاید برای ایجاد کردن اسلاید های جدید هست. مای تمپلیت قالب های اسلایدی هست که قبلا درست کردین، ذخیره کردین و الان دوباره میخواین وارد پروژه بکنین. بیسیک لیاوت قالب هایی هست که در داخل خود استوریلاین وجود داره برای اسلاید ها که معمولا ما از قالب بلانک استفاده میکنیم. چرا؟ چون میخوایم محتواها رو خودمون بچینیم با حالتی که خودمون در نظر داریم. امپورت شامل محتواهایی میشه که در بقیه نرم افزارها ممکن ایجاد کرده باشه، مثلا پاورپوینت یا خود استوریلاین یا نرم افزار اینگیج یا کویز میکر. پایین‌تر ما میتونیم سوال ایجاد بکنیم، یعنی اسلایدهای سوالی رو ایجاد بکنیم. graded question مربوط میشه به سوالات امتیازی، survey question مربوط میشه به سوالات نظرسنجی، free form question مربوط میشه به سوالاتی که بیشتر حالت تمرینی دارن و امتیازش برای ما خیلی مهم نیست، و results مربوط میشه به نتایجی که بعد سوالات ما میخوایم به کاربر نشون بدیم. record screen هم که توضیح دادم برای ضبط صفحه نمایشمونه. اینها رو بعداً براتون توضیح میدم به صورت کامل. الان فقط میخوایم مختصراً باهاشون آشنا بشیم. اینجا باز ریکورد اسکرین داریم، همونطور که بهتون گفتم. قسمت پابلیش هم اولا پابلیش که گفتم مربوط میشه به خروجی گرفتن، پریویو برای دیدن پروژه‌مون میشه قبل خروجی، و پلیر بخش تنظیمات کلی مربوط به اسلاید هاست که خیلی بخش مهمیه که اون رو هم بعضاً بهتون آموزش میدم. خب اینها کلاً مواردی بودن که در تب استوری ویو وجود داشتن. الان میخوایم وارد اسلاید ویو بشیم. به اصطلاح چند تا روش داره که وارد اسلاید ویو بشیم، یعنی وارد جزئیات اسلاید ها بشیم. اولا اینجا میتونم 2 تا کلیک روی اسلاید انجام بدم و وارد اسلاید ویو بشم، یا اینجا میتونم گزینه اسلاید ویو رو بزنم. خب من همینجا 2 تا کلیک میکنم، وارد اسلاید اولم میشم. اسلاید رو در اینجا مشاهده میکنیم. من میتونم این پنجره رو یکم بیارم این ورتر که فضایی بیشتری برای خود اسلایدم داشته باشم. اینجا هم میتونم زوم آوت بکنم که اسلایدم رو بهتر ببینم. خب اینجا چند تا قسمت داریم در
حالت اسلاید ویو که بهتر معرفی بکنم. اینجا ما اسلاید هایی رو که ایجاد میکنیم در اینجا به صورت لیستی برامون میاره. الان مثلا میخوام یک اسلاید رو ایجاد بکنم. نو اسلاید رو در تب هوم میزنم، بیسیک لیاوت، بلانک و یک اسلاید جدید رو ایجاد کردم. یک نکته رو همین اول کار بهتون بگم، بهتر اسلاید هایی که ایجاد میکنیم براشون اسم بذارید. مثلا صفحه اول، یا این اسلاید رو میخوایم بذاریم فهرست مطالب یا منوی خودم. به هر حال اسلاید هایی که ایجاد میکنه بهتره اسم داشته باشه. در سمت راست تریگر ها رو میبینین. این دقیقاً همون قسمتیه که اشیا رو به صورت تعاملی ایجاد میکنه. این که کاربر بتونه یک کاری رو انجام بده، به یک صفحه بره، یک شیء رو بکشه، یا اینکه کلاً از نرم افزار خارج بشه. این قسمت اسلاید لیر رو داریم که میتونیم برای یک اسلاید لایه‌های مختلف ایجاد بکنیم بدون اینکه مجبور بشیم اسلایدهای زیادی رو ایجاد بکنیم، که بعداً اون رو هم بعد کاربردش رو براتون توضیح خواهم داد. قسمت تایملاین رو داریم که مربوط میشه به زمانی که یک اسلاید داره و زمان محتواهایی که در اسلاید وجود دارن. اینکه کل محتواهای اون اسلاید چقدر زمان رو به خودشون اختصاص میدن. میتونه چند ثانیه باشه یا میتونه چند دقیقه باشه. پس این بستگی به محتوای خودتون داره. در این بالا سمت راست هم شما میتونین حالتهای مختلف پریویو رو مشاهده بکنید. اینکه خروجی نرم افزار شما در دسکتاپ چه شکلی میشه، یا در تبلت چه شکلی میشه، یا در گوشی موبایل چه شکلی میشه. این رو میزنین و پریویوی اون حالت رو بهتون نشون میده. همونطور که میبینین الان داره پردازش میکنه و من اینجا میتونم پریویوهای مختلف رو در دستگاه‌های مختلف ببینم. بعد اینکه پریویو رو دیدین میتونین کلوز پریویو رو بزنین. خب در تب هوم ما علاوه بر این قسمت اسلاید این موارد رو هم داریم که مربوط میشه به متن‌هایی که وارد نرم افزارمون میکنیم، که دقیقاً این تنظیمات رو در ورد هم داشتیم و در پاورپوینت هم به همین شکل این تنظیمات رو ما داشتیم. در قسمت آخر هم که باز مربوط میشه به قسمت پابلیش، این قسمت پابلیش رو در همه تب‌ها تقریباً داریم. وارد تب اینسرت میشم. در تب اینسرت محتوایی که لازم داریم برای پروژمون رو میتونیم وارد بکنیم. این محتواها در قسمت اسلاید اولا میتونه اسلاید لیر باشه، همین که اینجا توضیح دادم. میتونه یه دونه فری فرم باشه، یعنی سوالاتی باشه یا تمرین‌هایی باشه که برای اسلاید در نظر میگیریم. مثلا اینکه کاربر بیاد در درگ اند دراپ یک شیئی رو روی یک شیء دیگه بذاره، یا در پیکوان بین چند تا شیء مختلف، چند تا تصویر مختلف یک رو انتخاب بکنه. پس اینها حالتهای فری فرم هستن که بعداً توضیح خواهم داد. زوم ریجن برای زوم کردن در یک نقطه خاصه. فرض کن وقتی که اسلاید شروع میشه شما میخواین کاربرتون بالا سمت راست رو بیشتر روش تمرکز داشته باشه، پس زوم میکنین در این قسمت و از زوم ریجن استفاده میکنین. حالا من همین رو برمیدارم، دیلیت میکنم. کاراکتر یا شخصیت هایی که ما میتونیم در استوری لاین استفاده بکنیم، شخصیت های مختلفی هستن، میتونیم دانلود بکنیم، حتی میتونیم خودمون شخصیت هایی رو درست بکنیم و وارد استوری لاین بکنیم. الان مثلا من این شخصیت رو انتخاب میکنم. در قسمت اکسپرشن میتونم حالت چهرهش رو هم انتخاب بکنم، اینکه خوشحال باشه یا عصبانی باشه، و حتی ژستش رو میتونم، ژست دستهاش رو میتونم اینجا انتخاب بکنم. ژست های مختلفی داره که از بین اونها میتونم ژست مد نظرم رو انتخاب بکنم و اینسرت بزنم و این شخصیت رو برای ما ایجاد میکنه که ما در این تب میتونیم به دلخواه تنظیمات مختلف رو روش ایجاد بکنیم. خب دوباره به تب اینسرت برمیگردم. در این قسمت میتونیم یک عکسی رو وارد کارمون بکنیم یا اینکه اسکرین شات بگیریم از یه جایی از صفحمون. در اینجا میتونیم شکل‌های مختلف رو وارد کارمون بکنیم. به عنوان مثال این شکل رو میخوام وارد کارم بکنم. حتی میتونم در داخل این شکل یه تکستی رو بنویسم. ادیت تکست رو میزنم و شروع میکنم به نوشتن. همین شکل رو میتونم تنظیمات مختلف رو در تب فرمت روش ایجاد بکنم. رنگش رو تغییر بدم، استایلش رو تغییر بدم، یا به یک شکل دیگه تغییر بدم کلا، و رنگ و حاشیه‌اش رو تغییر بدم، اندازه‌اش رو تغییر بدم و این موارد. دور به تب اینسرت برمیگردم.
در اینجا میتونیم یک کپشن رو قرار بدیم. تفاوتش با شیپ چیه؟ تفاوتش اینه که وقتی که میخوایم یک متنی رو از دیدگاه یک نفر اینجا روی صفحه نمایش بدیم، مثلا میخوایم این متن رو از دیدگاه این شخصیتمون نشون بدیم، پس از این کپشن استفاده میکنیم و میتونیم در تب فرمت تنظیمات خاصی روش ایجاد بکنیم و اینجا من میتونم یک متن رو براش بنویسم. به همین سادگی. در بخش ویدیو میتونیم فیلمی رو وارد کارمون بکنیم یا از یک وبسایت یک آدرس فیلم بگیریم و اون رو وارد کارمون بکنیم، یا اینکه خودمون بیام و با وبکم تصویر خودمون رو ضبط بکنیم و وارد پروژه بکنیم. در قسمت آدیو میتونیم یک صدا یا یک آهنگ رو وارد بکنیم یا خودمون صدا خودمون رو ضبط بکنیم و همچنین در قسمت وب آبجکت میتونیم یک سایت رو وارد بکنیم و اگر کاربر به اینترنت متصل باشه، وقتی که وارد اون اسلاید مد نظرمون میشه اون سایت براش باز میشه و میتونه از محتوای اون سایت استفاده بکنه. تکست باکس رو هم که قبلا باش آشنا هستی در پاورپوینت ازش استفاده میکردیم برای نوشتن متن‌های مختلف در جاهای مختلف صفحه. کاربرد خیلی زیادی داره و همچنین در تب فرمت میتونیم تنظیمات مخصوص خودمون رو روش ایجاد بکنیم. تیبل برای نوشتن جدول و ایجاد کردن جدول هست. اینجا میتونیم نمادهای مختلفی رو وارد کارمون بکنیم. همینطور میتونیم این برای متغیرهایی هست که در کارهامون ازش استفاده کردیم که بعدا براتون توضیح میدم. هایپرلینک هم وقتی که یک شی رو میایم تعاملی میکنیم، وقتی کاربر روش کلیک میکنه وارد یک سایت مشخصی بشه یا یک فایل مشخص رو براش باز بکنه، پس این کاربرد هایپرلینک هست. این هایی که گفتیم بیشتر اشیاء غیر تعاملی بودن، یعنی کاربر فقط اونها رو میبینه، اشیاء نمایشی هستن. ولی اینجا ما اینتراکتیو آبجکتس رو داریم، یعنی اشیاء تعاملی. مثل چی؟ مثل باتن یا دکمه ها که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. وقتی که من یک باتن رو اینجا ایجاد میکنم در قسمت فرمت، یعنی تب فرمت، علاوه بر این که میتونم استایلش رو مشخص بکنم و بقیه تنظیمات، میتونم این when clicked رو بزنم، یعنی وقتی که کاربر روش کلیک میکنه چه اتفاقی بیفته. این تریگر ویزارد رو برای من باز میکنه، همین قسمت تریگری که قبلا بهتون گفتم. اینجا اکشن من، یعنی کاری که اتفاق میفته، اینه که مثلا یک رسانه رو برای من پخش بکنه، یک فیلمی رو برای من پخش بکنه، کل دوره رو رستارت بکنه، کلن از دوره خارج بشه، از در افزار خارج بشه، یک لایه رو به هم نشون بده، به یک حالت دیگه شکل من تغییر پیدا بکنه و این کارها رو ما میتونیم انجام بدیم، یا اینکه وارد یک لایه دیگه بشه و خیلی از کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم. جامپ تو اسلاید یعنی به یک اسلاید دیگه بره. اینجا گفته که چه اسلایدی، میگیم که اسلاید بعدی یا مثلا صفحه اولمون یا صفحه دوممون، هر اسلایدی که بخوایم اینجا میتونیم مشخص بکنیم. چه زمانی؟ وقتی که تایملاینمون شروع میشه، یعنی با شروع اسلاید، یا اینکه میگیم وقتی که کاربر کلیک بکنه، وقتی که کاربر 2 تا کلیک بکنه روی دکمه. پس میتونیم به دلخواه تنظیمات زیادی رو اینجا ایجاد بکنیم. حتی در شو کندیشن میتونیم براش شرط ایجاد بکنیم، یعنی حتی میتونیم براش برنامه بنویسیم. پس خیلی میتونیم کارهای مختلف رو با تریگرهای مختلف انجام بدیم. الان کنسل میکنم این دکمه رو. مورد دیگه که داریم سلایدر هست در اشیاء تعاملی که به همون کمک میکنه مثلا یک آلبوم بسازیم، یک آلبوم از عکس ها که وقتی کاربر این دکمه رو این ور اون ور میکنه عکس های مختلف رو ببینه. یا دایال هم تقریبا همچین حالتی داره، برای کم یا زیاد کردن یک متغیر هست. هات اسپات رو وقتی استفاده میکنیم که بخوایم در یک قسمت از نقشمون یا اسلایدمون یک حالت تعاملی ایجاد بکنیم، مثلا وقتی کاربر روش کلیک میکنه یک متنی رو بهش نشون بده یا یک عمل دیگر رو انجام بده. اینپوت هم میتونیم مثلا برای سوالات ازش استفاده بکنیم، میتونیم برای وارد کردن اسم یا نوشته ازش استفاده بکنیم، میتونیم برای وارد کردن عدد ازش استفاده بکنیم وقتی که از کاربر میخوایم مثلا یک عدد رو وارد بکنه. مارکر هم
باز یک دکمه هست، یک دکمه کوچیک یا یک آیکون میتونیم بگیم که وقتی کاربر روش کلیک میکنه یک متنی رو بهش نشون میده. این هم ویژگی مارکر. این هم کلا قسمت تریگر هست که از اینجا هم میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. سکرولینگ پنل پنلیه که میتونیم چند شی مختلف رو در داخلش قرار بدیم و کاربر وقتی که غلطک موس رو بالا و پایین میکنه اون اشیا بتونن بالا و پایین بشن. اینجا هم میتونیم نشونگر موس رو تغییر بدیم برای کاربر. این پریویو رو هم که در همه اسلاید ها داریم. تب اسلاید مربوط میشه به تنظیمات اسلاید ها. این که یک قالب جدید رو اضافه بکنیم، یک اسلاید جدید رو اضافه بکنیم. اینها رو قبلا هم بهتون توضیح دادم. سوالات امتیازی، سوالات نظرسنجی، فری فرم ها، نتایج، اینها رو وارد بکنیم. بانک های سوالات رو بتونیم وارد بکنیم، صفحمون رو ضبط بکنیم یا پریویو بگیریم. قسمت دیزاین مربوط میشه به قالب کلی اسلاید های ما یا تم اسلاید های ما. مثلا اگر این رنگ رو انتخاب بکنم، تم همه اسلاید ها این رنگی میشه. اینجا میتونید رنگ های مختلف رو انتخاب بکنید، تمپلیت های مختلف رو استفاده بکنید، فونت هاتون رو در بخش های مختلف اون اسلاید تغییر بدین. پس اینها مربوط میشه به دیزاین کلی کارتون. ترانزیشن ها همون مواردی هستن که در پاورپوینت هم خیلی کاربرد داشتن. وقتی که از یک اسلاید بخوایم وارد اسلاید دیگه بشیم، با یک ترانزیشن این وارد شدن یا خارج شدن رو انجام بدیم. یک ترانزیشن رو بهش بدیم، به اصطلاح یک انتقال رو بهش بدیم. انیمیشن هم برای حرکت دادن اشیاء داخل اسلاید ها استفاده میشه. این رو هم در پاورپوینت داشتیم. انیمیشن های ورودی، انیمیشن های خروجی، انیمیشن های هینه کار، یعنی مثلا یک مسیر رو بخوان طی بکنن. تب ویو هم چند تا مورد داره. اولا میتونیم رولر رو اضافه بکنیم، یعنی خطکش داشته باشیم برای اسلاید هامون، یا گرید لاینز رو داشته باشیم، یعنی تقریبا صفحه شطرنجی باشه، کل اسلاید خطکشی شده باشه برای اندازه های دقیق تر. یا اینکه خطوط مرکزی گاید رو داشته باشیم، دو تا خط عمودی و افقی رو که در مرکز اسلاید به همدیگه برخورد میکنن این رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم نسبت به مرکز اسلاید اشیاءمون رو بچینیم. همینطور حالت زوم که در اینجا هم داریم و فیت تو ویندو که این رو اگر بزنیم اسلاید ما کامل در بزرگترین حالت خودش که کل اشیاءش مشخص بشه قرار میگیره. و باز قسمت پریویو. در تب هلپ هم بتونید یک سری آموزش ها رو ببینین، با انجمن‌های استوری لاین ارتباط برقرار بکنید، مشکلاتی که دارین رو برای استوری لاین، برای شرکت استوری لاین بفرستین، در فروم ها مشارکت داشته باشین و یا آپدیت های جدید نرم افزار رو اینجا مشاهده بکنید. پس این کلیت محیط استوری لاین و تب هایی که داره و همینطور ابزارهایی که داره. البته باید به صورت اختصاصی تر به هر کدوم از اونها بپردازیم. امیدوارم که فیلم مفیدی بوده باشه. خسته نباشین. خدا نگهدار.